خب همین طور بازی شروع میشود و از مرکز میدان فوتبالبازان دسته لوکوموتیو پومیر بازی را شروع کردند. یادآور میشیم که اونها با پیراهن‌های رنگش سفید بازی کرده ایستادند، پیراهن‌هایی که عادتاً البته فوتبالبازان این تیم باور میکنند تجربه غنی بازی در حیاتی دسته‌های لیگ اولی فوتبال کشور را دارد. از جمله موصوف سالیانی زیاد طرف باشگاه استقلال دوشنبه را حمایت کرده، چمپیون چندین کراته کشور شد و اینجا اشتباه بسیار هم داخل از سوی سمندر کریمов بود، اما با در نظر داشت تجربه غنی که سیاوش دارد، البته دستبندی کاپیتانی به او داده شد و این یک تجربه معمولی هم هست. شهرام خیلی هم خوب توپ رو قبول میکند با ضربه زده او. اولین وضعیت خطرناک اینجا با وجود آمد باشد که فوتبالبازان دسته پرتابی توپ به داخل جریمه‌گاه. اینجا امکاناتی خوب با وجود آمد، اما همانطور که ما و شما شاهد شدیم بعد از دو ضربه پای در همه اسلام زویرов حساب شده نمیشود. جو با توپ حرکت میکرد علیشیر رحیمов، ولی بعد از آنکه توپ رو به همدستایش برگردونید آنها با مشکلی اینجا ببینید که با چگونه اشتباه راه میدهند و حساب شده میشود. اسلام زویرов توانست که در این لحظه حساب را کشاید بعد از اشتباه بسیار دغلی فوتبالبازان برقچی که همش از خط هجوم شروع شد و تا به دروازه‌بان ادامه یافت. گل را به طور دروازه‌اش آورد. بیاید ببینیم سیاوش اسرارов توپ رو روان کرد. اینجا برای توپ مبارزه برد اسلام زویرов تا با آخر او هم شاید باور نداشت که امکانیت برای او دست میدهد، اما دروازه‌بان در این لحظه البته کمی همچنین اکنون در موقع خود هست و با توپ پرتابی توپ از سوی به کنج مقابل، اما محمد سلامزاده اینجا توپ را قبول کرده نمیتواند و با همین یک دقیقه علاوه کرده داوری مرکز هم خاتمه یافت. خوب قسم یکم بازی با همین خاتمه میبرد. بینندگان ارجمند شهرام سلیمانов پاسی او ба канор, имконияти хеле амолӣ ба вуҷуд меояд. вазъияти хавфнок аст. ислом зарба ва гол, ҳисоб 2-0 мешавад. хеле олӣ буд ҳаракати футболбозони дастаи локомотив пумир дар ин лаҳза. ҳамдигарфаҳмиашон ҳам дар сатҳи хеле олӣ. азизбек ҳасанов дидаву дониста тӯбро аз байни пояҳои худ гузаронид то ин ки ба ислом имконият диҳад барои иҷро кардани зарба ва ҳамин тавр ҳам шуд. ислом зоиров бо хунсардӣ барои худ хос از این امکانیت اولی استفاده میبرد و دومین گل خود رو در جریان بازی امروزه به هدف میرساند. بیاید ببینیم تکرار این حالت رو. وضعیت خطرناکی با وجود اومده این گل دوم است که حالا پیشنهادی ما و شما کرده میشود و همان طوری که دیدیم از کنار شهرام سلیمانov پاس داد به همدسته‌اش پرویز حاجی. خیلی امکانیتی خوب، گزارشی عالی و ببینید که چگونه گل به هدف میرسد. در این لحظه اشتباهی جوابی دروازه‌بان لوکوموتیو پومیر در این لحظه البته باعث می شود که حساب تغییر یابد. سربان باشگاه برقچی زهریدین فوزیلov در این لحظه بینندگان ارجمند به زدن گل موفق شد و ضربه که اجرا کرد دروازه‌بان حریف را مجبور میکند که به اشتباه را دهد. سمندر کریمov البته از ابتدا ما اشاره کردیم که خود را آنقدر باوریناک احساس نمیکند در جریان بازی و اینجا وراخت خود را به دور 4-1 رسما به دست دارند.